شرق غرب با هیچ استانی دعوایی نداریم. ما دعوامون با دولت است، دولت جمهوری اسلامی 20 ساله آب ما را فروخته است. چه حقی داشته است حق ما را برپوشد به سند، به فولاد، به ذوب آهن، به استانیت؟ ما کشاورزان هم اتحاد شده ایم، روز سالی 2400 هرچه مال جلو آبمون هست برداشت میکنیم، پمپاش‌های غیر قانونی دولت را خراب میکنیم. چه حقی داره پمپاش بزنه تو رودخونه ما؟ حضرت علی فرمود اگر فقیری در مملکتی پیدا شد، اون مملکت مدیرانشون دزدن. کشوری جمهوری اسلامی است، نباید دزد توش باشه، دزد را بیرون میکنیم.